میخوایم یک کاری بکنیم که با یک آزمایش یک مفهومی رو میخوام براتون باز کنم. خب فقط بو بکشید، هیچی نگید و یادتون باشه که این شیشه ها چی بود. شیشه شماره 1. لطفاً چشماتون رو باز کنید. شیشه اول چه بویی میداد؟ بوی خوبی نبود. بوی بدی بود. بوی کپک میداد. درسته؟ باریکلا. یه بوی کپکی میداد. بوی بدی بود. بویی که آدم اذیت میشه وقتی میشنوه. درسته؟ شیشه دومیه چه بویی میداد؟ بوی عطر میداد. باریکلا. از کوزه همان برون تراود که دروس. اگر تمام ما انسان ها مثل این شیشه ایم، خب خودتون رو لطفاً مثل این شیشه در نظر بگیرید. اگر درون شما چیز گندیده و کپک زده باشه، که حالا میگم این چیز گندیده و کپک زده یعنی چی، بوی بد میاد. میگیرید چی میگم؟ بوی خوبی ساطع نمیشه. اما اگر درون انسانی عطر داشته باشه، در کنار هر کسی که قرار بگیره بوی خوب به مشام بقیه میرسه. همسرش بوی خوب اون رو استشمام میکنه. این بوی خوبی که میگم با ظاهر اشتباه نگیرید، با آرایش های عجیب غریب و لباس های عجیب غریب اشتباه نگیرید. این یه چیز کاملا درونیه. باطن انسان مهمه و میخوام امروز در مورد این صحبت کنم که چطور میتونید این باطنه رو از این آتش‌خاله گندیده که سالهاست درون بدن ما جا خوش کرده، درون ما جا خوش کرده، رها بشیم و چه اتفاقی بیفته که خداوند بتونه اون رو با عطر پر کنه. این چیزای گندیده درونی ما احساسات بدیه که درون ما جا خوش کرده، افکار بدیه که ما داریم. حسادت میگندونه درون شما رو، فکر منفی میگندونه درون شما رو، خشم میگندونه درون شما رو، نفرت خراب میکنه، میپوسونه درون شما رو. و وقتی که شما که تمام اینها خداوند در قرآن میگه اینا احساسات شیطانیه. وقتی شما خشمگین میشید، وقتی شما ناراحتید به خاطر هر موضوعی، بدون که داری از درون به خودت آسیب وارد میکنی و تا زمانی که این داخل گوجه گندیده باشه، من اگر خداوند باشم و بخوام این رو برای تو خوشبو کنم، چطور میتونم خوشبو کنم؟ میشه آیا؟ نمیشه دیگه. من اینو چطوری میتونم برای تو خوشبو کنم؟ اول به تو میگم ببین دادا، عزیز من، خواهر من، مادر من، برو اینو بری سطل آشغال اول اینو خالیش کن، بشورش، پاکش کن تا من بتونم برای تو از این عطر بریزم. تا زمانی که این تو پر باشه، پر گوجه گندیده و پر احساس بد و پر خشم و پر نفرت و پر کینه، و من چطور میتونم برای تو اینا رو پر از عطر کنم؟ میدونی خیلی وقتا میخوام اینا رو دارم میگم که بعد برسیم به این که تمام شما فرزند دارید دیگه، درسته؟ میخوام اصلی ترین نکته برای تربیت فرزند به بهترین شکل ممکن رو بگم بهتون که شاید کمتر جایی شنیده باشید. این رو اینه که به شما کمک میکنه. هر چیزی که تا الان شنیدید که آقا با بچت ملایم رفتار کن، مسئله روانشناسی، خب نه بچت اگه اینو گفت اینو بهش بگو، بچت اگه اونو گفت اونو بهش بگو، بچت اگه این کارو کرد تو این کارو بکن، اگه این کارو کرد فلان کارو نکن. همه اینا نه که بگم غلط ها، همه‌شو بذارید کنار. اصلی ترین مطلب در مورد تربیت فرزند این نکته است. اما قبلش میگم بهتون، اما باید یاد بگیرید که چطور خالی کنید درونتون رو. وقتی شما نسبت به یک چیزی خشمگینید، نسبت به یک کسی خشمگینید، حالا اون شخص میخواد همسرتون باشه، میخواد بچه‌تون باشه، میخواد همسرت، میخواد همسایه‌تون باشه، میخواد خواهرتون، برادرتون، پدرتون، مادرتون، مثل اینه که شما یک زغال رو دستتون گرفتید، بچه رو آتشش بدید.
زغال رو دستتون گرفتیم و وقتی کسی زغال رو دستش میگیره کی آسیب میبینه؟ خودش آسیب میبینه. چقدر خودخوری داشتید به خاطر یک رفتار زشت همسرتون؟ یعنی اون اومده یه صحبتی کرده رفته، شما تو خونه مدام خودخوری. چرا این کارو کرد؟ نباید این کارو میکرد، باید این حرفو بهش میزدم، دفعه دیگه ببینمش این کارو میکنم. چقدر شده همکارتون یه صحبتی یه حرفی به شما زده که شما دلگیر شدید ازش، ناراحت شدید ازش. مادامی که ناراحت بودید دوستان من داشته میگندیده درونتون. این چیزی نیست که خداوند از شما میخواد. این چیزی نیست که خداوند از شما میخواد. خداوند میخواد اشرف مخلوقاتش همیشه بخنده، میخواد همیشه شاد باشه، میخواد بهترین ها سر راهش قرار بگیره، دوست داره بهترین نعمت ها رو بهش بده. مگر غیر اینه که در کتاب آسمانی هر صحبتی که قراره بشه اولش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه؟ غیر اینه مگه؟ آقا یه نفره میخواد خودش رو معرفی کنه، هر جا میاد من اول میام میگم آقا من مسعود فلانی هستم، ولی ببین خدا چطوری خودش رو معرفی میکنه همه جا. تا الان به این دقت کردی؟ چرا هر موقع میخواد یک مطلب رو بگه میگه ببین سلام، من بخشنده و مهربانم، حالت چطوره؟ میگیری میخوام بهت چی بگم؟ میخوام بگم همچین خدایی، همچین خالقی دوست نداره از قصد مشکل سر راه بندش قرار بده. فکر نکن اگر مدام به یک مشکلی میخوری خدا داره امتحانت میکنه، چون همچین امتحانی در کار نیست عزیز من. همه چی برمیگرده به گوجه گندیده‌های درونت. هممون داریم هممون داریم، همه چی برمیگرده به این گوجه های گندیده درونمون. مادامی که شما درگیر احساسات و افکار منفی باشید، بچه‌تون یه کار خبط و خطایی میکنه. خب دو حالت دارید، یا میتونید ساعتها به خاطرش هرس و جوش بزنید که درونتون بوگن میگیره، با افکار منفی درونتون فاسد میشه، یا میتونید کاری که بهتون میگم رو انجام بدید. شما باید خودتون رو دوست داشته باشید. دوست داشتن خودتون اولین قدمه برای اینکه بوی عطر بگیرید. حضرت علی علیه السلام میگه خودشناسی مقدمه خداشناسیه. یعنی اگر میخوای خدات رو بشناسی، همتون نماز میخونید دیگه، درسته؟ منم میخونم. یعنی میگه اگه میخوای اول خدات رو بشناسی، اول خودت رو بشناس. کسی که خودش رو بتونه بشناسه، اونجا تازه میگه به من که انقدر مشیم، ببین خدام چیه. اما کسی که مدام تو زندگیش خودش رو همش پر این میوه های فاسد کرده، همش احساسات منفی، همش خشم، همش نفرت، همش فکر، همش خودخوری، این حتی خودش رو هم نتونسته بشناسه، چطور توقع داره خداش رو بتونه بشناسه؟ چقدر براتون پیش اومده که من زیاد برام پیش اومده، حالا اینو به طنز میگم، خیلی دیدم که مثلا شخصی داره نماز میخونه، بچهش داره اذیت میکنه. من خودم زیاد برام پیش اومده که مورد اصابت تسبیح مامانم قرار گرفتم. مثلا تا میگه الله اکبر الله اکبر بتمر، پیش اومده براتون دیگه، درسته؟ یا شاید خودتون انجام دادید. مگر غیر اینه که اون نماز باید به شما آرامش بده؟ چرا نمیده؟ به خاطر بچه نیست. بچه یک عامل بیرونیه. این چیزیه که شیطان داره در گوش شما میگه. خداوند، ببین میخواستم به همینجا برسم، خداوند در قرآن میگه شیطان در گوش شما زمزمه میکنه. برای چی؟ برای اینکه نذار شکرگزار باشی. داره کد میده بهت. آیا تو وقتی که داری هر کاری میکنی و بچت داره یه کاری انجام میده، یه صحبتی میاد توی گوشت، هممون یه گفتگوی درونی ذهنی داریم دیگه، درسته؟ هممون یه گفتگوی درونی ذهنی داریم. کیه که داره در گوش شما میگه الان بچت خودشو داغون میکنه؟ اگه خودشو داغون کرد چی؟ الان وسایل رو داغون میکنه، الان زندگی رو داغون میکنه، الان چه یه بلایی سر خودش میاره، الان یه بلایی سر آبجیش میاره. کی داره این فکرها رو تو گوش شما میگه؟ تا الان به این فکر کردید؟
که این صحبت ها از سمت کیه؟ اینو خدا داره میگه شیطان در گوش شما زمزمه میکنه. برای چی؟ برای اینکه حالتو بد کنه، برای اینکه جوش بزنی. تو وقتی ببین در آن واحد آیا شما میتونی هم دغدغه فکری داشته باشی، هم به زیبایی های زندگیت فکر کنی، هم به نعمت وجود فرزندت فکر کنی؟ نمیتونی دیگه. تو در آن واحد یا داری به این فکر میکنی که ای وای بچه‌م الان از دستم میره، الان یه بلایی سرش میاد، الان یک اتفاق ناگواری میفته، یا داری به حضور نعمت حضور فرزند نگاه میکنی و لذت میبری، به سقف بالا سرت داری توجه میکنی، لذت میبری به حضور همسرت، به چه میدونم سلامتی که داری. تو در آن واحد یکی از این دوتا رو میتونی داشته باشی، هر دوتاشو که نداری. و اینجاست که میگه شیطان در گوش شما زمزمه میکنه که حال تو خراب کنه. ببین ما خیلی وقتا مشکلمون اینه که میشینیم کتابی مثل قرآن رو میخونیم، خب اما فقط عربیش رو میخونیم به دید اینکه ثواب داره. اما ازتون آیا شده که به این فکر کنید که این خدایی که یک کتاب برای ما نازل کرده چی داره داخلش میگه به من؟ شده تا الان به این سوال فکر کنید که چی داره تو این کتاب میگه؟ آقا یک کتاب برای من فرستاده تحت عنوان کتاب آسمانی. شیطان تو گوشم میگه این کتاب برای پیامبر بود، به دردت نمیخوره. اما نه، اینطوری نیست. داره یک صحبتی با خودتون انجام میده. حالا میخوام یک کدش رو بهتون بگم. 10 بار در قرآن گفته شده که انسانهایی که با منن، انسانهایی که در مسیر درستی هستن، انسانهایی که چه میدونم نعمت ما بهشون میدیم، ما مورد لطف قرارشون دادیم، از ما ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شنیدید دیگه؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کی میتونه معنیشو بگه؟ بفهم. یعنی ترس در اونا نیست و ما اونا رو نمیتونیم غمگین کنیم. باریکالله. ببین داره چی بهت میگه. چقدر در طول روز میشه که غمگین میشی؟ چقدر در طول روز میشه که خشمگین میشی؟ چقدر در طول روز میشه که ناراحت میشی؟ بدون تمام اون لحظاتی که درگیر این احساساتی با خدا نیستی. داره بهت کد میده، من نمیدم. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر این نشانه رو نداشتی یعنی چی؟ یعنی تو در اون لحظه از ما نیستی. سریع برگرد. فرایندی که گوجه گندیده ها خالی میشه بهش میگن پاکسازی. پاکسازی درون. شما خانم ها پاکسازی پوست انجام میدید دیگه. پاکسازی پوست چیکار میکنه؟ پاکسازی پوست آتش‌آشغاله پوست رو میکشه بیرون، پوست رو شفاف میکنه، شاداب میکنه، پوست رو صاف میکنه. یه چیزی داریم تحت عنوان پاکسازی درون. خب پاکسازی درون شما رو شفاف میکنه، این گوجه گندیده ها رو خالی میکنه. ازت میخوام یه تکنیکی بهتون بگم، چون من کلا یک عادتی دارم، انسان تمرین محوری هستم. خب یعنی به نظرم صحبت خالی دردی از آدم دوا نمیکنه. شما باید یه کاری باشه که من به شما بگم انجام بدی، که از این در رفتی بیرون اون کار رو مدام انجام بدی و بیای نتیجهش رو به خانم بلاشابادی بگی که آقا تمرینی که فلانی داد انجام دادم، فلان اتفاق افتاد. خداوند روش پاکسازی درون رو در قرآن گفته. خب ما گفتیم که مهمه آقا من اگه بخوام درونم پر عطر بشه، که این بوی عطر من رو کسی که درونش پاک و زلال و شفافه تمام انسان ها متوجه میشن. حتی اگر شما لب به سخن باز نکنی، از کوزه باز همون برون تراود که در روز. دیدید، بذاریم مثال بزنم، دیدید بعضی وقتا یه سریا وارد جمع میشن، از در وارد میشه، شما نگاه میکنی میگی مثلا باش حال نمیکنم. دیدی؟ چون انرژیشو شما دریافت میکنید. چون وقت این در اون گوجه گندیده‌اش باز بود تا وارد شد، قبل از اینکه شما اصلا باش سلام کنی این بوی گوجه گندیده زد تو فضا، شما گفتی اصلا سلام علیک نکردی ولی متوجه شدی. میدونی؟ متوجه شدی. خداوند روش پاکسازی درون رو در قرآن گفته. زمانی که میگه انسان، آدم ابوالبشر
اون کاری که ما بهش گفتیم رو انجام نداد. ما بهش گفتیم که آدم تو در این بهشت همه چیز خواهی داشت، از این درخت نخور. خب شنیدید همتون داستانشو دیگه. و آدم از اون درخت خورد. این اولین داستانیه که خداوند در قرآن میگه. خوب گوش بدید، ببین داره بهت راهکار میده. میگه ما بهش گفتیم از این درخت نخور، انسان خورد، ما اون را از بهشت راندیم و اون اومد وارد زمین شد. اولین داستانی که در قرآن میگه داستان بخشیده شدن حضرت آدمه که چطور ما آدم رو بخشیدیم. آدم یه کاری کرد، ما آدم رو پرعطرش کرده بودیم. خب من این مثال میزنم که براتون خوب جا بیفته. میگه ما آدم رو پرعطرش کرده بودیم، اون اومد چیکار کرد؟ ما بهش گفتیم فلان این کارو نکن، درونت پر گوجه گندیده میشه. اون گوش نکرد، رفت انجام داد، درونش پر گوجه گندیده شد. حالا آدم اومد رو زمین یه کاری کرد، ما بخشیدیمش. ما کاری کردیم که این گوجه گندیداش خالی بشه، که بخشیده بشه، صاف بشه. میگه انسان از پروردگارش کلماتی آموخت. خوب گوش بده، انسان از پروردگارش کلماتی آموخت. برید بخونید تو قرآنو. و خداوند اون رو به واسطه اون کلمات مورد بخشش قرار داد که خداوند توبه پذیر مهربان است. حالا وقتی بحث توبه میشه ما همش به این فکر میکنیم که من که گناهی نکردم که بخوام توبه کنم، من دیگه برای چی توبه کنم، من چی گفتم. ولی نه، بحث سر احساساته. بحث سر احساساتی منفیه که درون شماست. این گوجه گندیدا احساسات شماه. شما اگر خشم نداشته باشی چطوری با فرزندت صحبت میکنی؟ اگر نگرانی نداشته باشی چجوری با فرزندت صحبت میکنی؟ خیلی بهتر نمیشه؟ اگه دلخوری نباشه، اگه کینه‌ای نباشه، اگه نفرتی نباشه چطوری با فرزندت برخورد میکنی؟ قطعا خیلی خفن‌تر میشه دیگه، خیلی جذاب‌تر میشه. خودتون تجربهشو داشتید وقتی که حالتون خوب بوده، شرایط باب میلتون بوده، یه اتفاق خوبی افتاده، همونجا بچه‌تون اومده دور و برتون، چیکارش کردی؟ نازش کردی، بوسش کردی، هر چی میخوای برات میخرم چون حالم خوبه. باریکلا، چون حالم خوبه من این حال خوبو به تو هم میدم. بیا اینجا، چی میخوای دختر گلم، چی میخوای پسر گلم، بیا اینجا من برات، بیا اینو میخوای باشه بعد میخوام. اما امان از وقتی که من ناراحت باشم، امان از وقتی که با باباش دعوا کرده باشم، این بچه میاد دور و بر من. آقا این بچه همون بچه است، من همون مامانم، پس چه رفتاری باش میکنی؟ برو گم شو حالا، برو شیش سجاد، برو وسط نرم. میخوام بهتون بگم که وقتی شما درگیر احساسات بدید چجوری با بچه هاتون رفتار میکنید؟ رفتار خوبی نخواهید داشت دیگه، خشن میشی اصلا. و چقدر بده دوستان من بچه هایی که میبینید تو جامعه پر از عقدن، پر از به سمت اعتیاد کشیده میشن. خوب گوش بده، به سمت اعتیاد کشیده میشن. بچه هایی که میبینید به پتانسیلشون نمیرسن، به اون چیزی که لیاقتش رو دارن نمیرسن. یه زندگی خیلی معمولی، اصلا نمیتونه پسر رشد کنه، بچه نمیتونه رشد کنه. اگه دختر ممکنه به راههای بد کشیده بشه تو این جامعه. تمام اینا به خاطر اینه که اونا در خانواده‌ای بزرگ شدن که مادر و پدر اون خانواده به جای اینکه درونشون پر عطر باشه مدام درونشون پر گوجه گندیده بوده و با این گوجه گندیده ها مدام با بچه صحبت میکردن. میدونی چی میگم؟ با این گوجه گندیده ها با بچه رفتار میکردن، از پشت این شیشه به بچه نگاه میکردن و این میشه که یه بچه بزرگ میشه، مامانه برمیگرده میگه آقا به اینجا راز کائناته و بلاش داره صحبت میکنه. اگر دوست داری 20 تمرین و تکنیک منحصر به فرد رو برای تغییر نقطه ارتعاشی و ایجاد حس و حال مثبت درون وجودت یاد بگیری، پیشنهاد میدم کتاب جدیدم یعنی تمرین های قانون جذب رو از طریق لینکی که داخل کپشن این ویدیو گذاشتم تهیه کنی و مطالعه کنی.